عباس علیزاده کە بروزلێکی ئەفغانستان ناوی دەرکردووە بەهۆی شێوازی ڕوخسار و هەڵسو کەوتیەوە سەرنجی زۆرێک لە هەوادارانی هونەرمەندی چینی بروزلی بەلای خۆیدا ڕاکێشەوە. دەچینە لای شۆرت ئینتەرویویەکی لێکچۆکەی بروزلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عباس علیزاده هستم، مشهور به بروسلی افغانستان، از کشور افغانستان. ما سن 22 سال سن دارم و تولد 1993 در شهر کابل هستم و از کودکی علاقمند بروسلی بودم که در سن 14 سالگی به رشته کنفو و هنرهای رزمی رو آوردم که تا حالا ادامه داره و همچنان از سن 14 تا سن 16 من کنفوتو کار کردم. بعد از سن 16 تا سن 20 پیش خود تمرین کردم، یعنی بدون مربی و کدام استاد. بعد از اون به رشته وشو رو آوردم که یک مدال قهرمانی دارم از رشته وشو و همچنین از رشته ژیمناستیک هم مدال دارم. و در مسابقات داخلی کشور افغانستان هم شرکت کرده بودم که نایب قهرمان شدم با وزن خود. و همچنان ما در سن 18 سالگی بود که چهره ما با بروسلی خیلی شباهت نزدیک پیدا کرد و بعد از اون سن 20-21 سالگی ما به اسم بروسلی افغانستان مشهور شدم. We'll show him Chinese boxing. که تقریبا 60 یا 50 رسانه خارجی تصویری آمد از ما گزارش گرفتن. رسانه BBC فارسی و الجزیره، CNN، CCTV، CNC چین و همچنان دو زندگی نامه داشتم، یعنی داکومنتری با یک داکومنتری با دیسکاوری امریکا داشتم، چینل دیسکاوری امریکا، و یک داکومنتری یعنی زندگی نامه با کمپانی جیتلی داشتم. و همچنان بعد از اینکه به شهرت رسیدم رفتم اولین کشوری که از ما دعوت کرد کشور آذربایجان بود که یک قرارداد داشتیم با اونا. بعد یک فیلم بازی کردم با کشور آذربایجان، فیلم کمدی رزمی که انشالله یک ماه دیگه در نوامبر یا دسامبر همین سال به نشر میرسه. و همچنان رکلاما و اعلان تبلیغات تجارتی داشتم داخل افغانستان، بیرون از افغانستان مثل کشور هندوستان، آذربایجان، ترکیه و همچنان فکر کنم هندوستان. بله. و قرار است با بالیوود فیلم بازی کنم در ماه دسامبر سال 2016 و همچنان قرار است با فیلم های رزمی چینایی هم داخل فیلم های رزمی چینایی شوم، با کمپانی جیتلی قرارداد ببندم. همچنان قرار با کشور ترکیه هم بعد همین سال 2017 قرارداد ببندم.
تشکری میکنم از کمپانی هاما که از ما دعوت کردن به کردستان. خیلی خوشحال هستم و ما اصلا دوست نداشتم بیایم کردستان. خب دلیلایی داشت که من نمیتونستم بیایم، فامیل راضی نبود، دوستا راضی نبود ما بیایم کردستان. چون ما قبل از آمدن به کردستان یک فکرهای دیگه به ذهن می آمد، چون میگفتم شاید ناامن باشه، جنگ باشه کردستان، ولی نه، ولی برعکس خیلی مردم مهربان، خیلی مردم خوب با رفتار نیک با من رفتار کردن که خیلی واقعا از کردستان خوشم آمده و خیلی جای عالی، مردم خوب دارن و خیلی برخورد عالی میکنن و خیلی ازشان تشکری میکنم و به خصوص تشکری میکنم از شرکت کمپانی هاما که اسپانسر شدن. ما آمدم از کردستان دیدار کنم و انشالله شاید در آینده ما با کردستان پلان های داریم که با کمپانی هاما پلان های داریم که شاید در آینده ما کار کنیم با هم دیگر. تشکر میکنم، یک جان سپاس.